ما در هر رشته‌ای بستگی مستقیم، ارتباط مستقیم با میزان باورهای سالممون در مورد همون رشته دارد. حالا این موفقیت هم میتونه موقعیتی باشه، هم میتونه مالی باشه و هم میتونه درونی باشه، احساسی باشه. خب ما چه زمانی میتونیم خودمون رو من حیث یک موسیقیدان بالا ببینیم؟ زمانی که ارزش کارمون رو بدونیم. موسیقی یک رشته مقدس هست. تقدس موسیقی در خلوتی هست که هر روز نوازنده و خواننده و هنرمند در طول روز انجام میده. خلوت یعنی چی؟ یعنی من، سازم و خدا. این فرصت رو برای من موسیقی مهیا میکنه. پس موسیقیدان ها یکی از الهی ترین مردم های دنیا هستند و بیشترین خلوت رو با خدای خودشون